بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم و وفقکم الله بكل خیر. امروز بنده ابو محمد مدنی بإذن الله سبحانه و تعالی می خواهم یک جواب به تهمتگران و دروغگویان که یکی از اونها ابو صهیب آذری هست بگویم. و این جوابم جواب سوم و رد سوم به این آذری کذاب است. بله برادرانم، اهل توحید، این از اولی با وجود آمدن فتنه همچنین بود و تا روز قیامت همچنین است که کسانی که باطل هستند در عقیده بدعتی و در عقیده گمراهی انحراف شده اند، برای اونها تهمت بستن و دروغ بستن هیچ باکی ندارد. اونها شرم ندارند، حیا ندارند، زیرا که حیا از ایمان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: فإن لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم نداری هر کاری که میخواهی بکن. یعنی این الحیاء من الایمان، حیا شرم از ایمان است. یک انسانی که خود را مسلمان میگوید و حیا ندارد، پس ایمانش ضعیف است. حیا ندارد و در حق کسی خواهد تهمت و دروغ میگوید، پس این ایمانش ضعیف است. اما بالاخره امروز برادر موحد به من نواری را ارسال کردند که ابو صهیب آذری در اون 27 دقیقه صحبت کرده. بله، یک مرتبه صحبت کرده 27 دقیقه، لیکن عادتا من صحبت اهل بدعت رو همش رو اینقدر خوب دقت نمیدم. من مسائل شرعیش رو دقت میدم و به مسائل شرعیش جواب میدم. به ابو صهیب جواب گفتیم، دو جوابه، و در جواب دوم سخنهای باطل و دروغش که نسبت علما بسته و علمای اشعری و علمای اهل سنت رو آمیخته کرده و سخنهای اونها رو نفهمیده و همه اونها رو جواب گفتیم، به کتاب‌ها صفحه ها بیان کردیم که ابو صهیب جاهل است و به علما دروغ میبندد و علماها را به عقیده باطل خودش آذری میکشد و میگوید که فلان عالم آذری بودن، فلان عالم آذری بودن. این کذاب دروغ میگد. نه سخن ابن عربی را، نه ابن حزم را، نه ابن قیم، نه ابن تیمیه را نمیداند، برای اینکه اینها علما ندارند، منهج ندارند. بگوید که از کی تعلیم گرفته؟ غیر از اشعری و ماتریدی پس از کی تعلیم گرفته؟ غیر از دشنام با چی میگوید؟ غیر از تهمت با چی میگوید؟ سبحان الله. یراق اینها، اسلحه اینها حجت نیست. قرآن و سنت به فهم سلف صالح، فقط بهتان، بگویم تهمت و بلند کردن صدایی که یعنی من تو رو نابود میکنم، میکشم، اینو آن. و حتی بعضی از دوستانش هم همچنین به ما تماس گرفته و بعضی از صحبت‌های قبیح هم زده بود. بالاخره صحبت ابو صهیب را میدونید که کی پهن دارد میکند و در کدام کانال ها گذاشته میشود؟ در کانال یوتیوبی دامالله عبدالقادر گفتن یک انسانی که امام مسجد جامع پرم است، شهر پرم در روسیه. و آیا میدانید که این کی است؟ این یک صوفی است، یک طاغوت پرست است، یک کسی است که ما به این دو رد زده بودیم در مسئله شعری که این گفته بود از همه گناه وزنین رنجانیدن دل انسان ها است. قرآن سوزان، می بخور، کعبه رو آتش بزن، اما مردم آزاری نکن گفته بود. ما به این رد زده بودیم که نه، برعکس است. دل انسان رو رنجانیدن این گناه است، اما این دیگر باقی مانده گفته. سبحان الله، این کفر است. صاحبی بتخانه باشو، مردم آزاری نکن گفته. این شعرها رو خونده بود. اینا اصلا توحید نمیفهمند. شرک را از توحید جدا کرده نمیتوانند. اینها فقط یک سله را بر کله گرفتند، یک
جامعه را به تن گرفتند، به بالای منبر برآمدند و دروغ و راست مردم را دارن فریب میدهند. یکی از دروغ‌ها و کذابیش این عبدالقادر صوفی امین است که دوستی ابو صهیب است، نمیدونم کی است، میگوید که الله گریه کرد. حالا ما به این البته رد میزنیم و جواب میگیم و حالا میگیم که این صفت نقص است. گریه کردن صفت نقص است، کمبودی است و به الله سبحانه و تعالی این را نسبت دادن این الحاد در باب صفات الله سبحانه و تعالی، اسما و صفات است و این کفر است، طعنه به الله است. این قبوری های صوفی صفات هایی که الله خودش در قرآن گفته است و صفات هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح اثبات کرده اند در حق الله قبول نمیکنند. میگن که اگر این صفات ها را قبول کنید شما مجسمه میشوید. دست الله انکار میکنند، در بالا بودن الله در بالای عرش را انکار میکنند، پای الله را، چشم الله را، روی الله را و دیگر صفات ها را انکار میکنند، اما میگند که الله گریه میکند. دانسته یا ندانسته؟ برای اینکه اینا جاهل است. اینا فقط میخواد که صحبتش زیبا باشد، مردم رو گریه کناند، اما نمیداند که این صحبتش کفر است. بالاخره همین انسان در صفحه یوتیوبی خود 26 فوریه در سنه 26 فوریه صحبت ابو صهیب آذری را میگذارد که با موضوعش را نوشته است که مده پول پیشنهاد نکن. ابو محمد مدنی، یعنی موضوع را همین خیلی گفته است، گویا که ما ابو صهیب آذری این جاهل را خریدنی شده نباشه. اولا بیایید میدونید که شما برادران و خواهران موحدم الحمدلله ما با جهمی ها، با حزبی ها، با سروری ها، با اینها قبوری ها، رافضه ها بحث و مناقشه داریم و اینها را انکار میکنیم. البته آهسته آهسته منهج پیش رفته است و شما از همه این چیز شاهد هستید و بسیار حقیقت را فهمیدید. و از جانب دیگر خوارج ها را رد میزنیم و سلسله درس ها در باب خوارج داریم و ان شاء الله باز دوام میدارم و با خوارج ها و رأس اونها و کردی خوارج و دیگر خوارج ها رد میزنیم و منهج اینها را انکار میکنیم. بحث مناظره با اونها داریم، یعنی هم مقابل قبوری، رافضه و جهمی و هم مقابل خوارج می ایستیم. ما وسط هستیم، اهل سنت و الجماعت. جهمی ها اگر همه مشرک ها را عذر بدهند و مسلمان گویند، خوارج ها همه مسلمان ها را تکفیر کنند، ما نه با همراهی جهمی مشرک را مسلمان میگیم و نه با همراهی خوارج مسلمان را کافر میگیم. ما وسط هستیم، به ظاهر حکم میکنیم. ظاهری کسی اسلام است مسلمان است، ظاهری کسی کفر است کافر است، اگر کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر باشد. مسئله عادی است، اما این یک توفیق الله است، این فضل الله است که انسان باید بفهمد. و این فضل الله سبحانه و تعالی به بنده بود و به دوستان من و به برادران من بود که این مسئله را الله خودش به ما فهمانید. به فضلش منهج صحیح را به ما به واسطه علمای ربانی نصیب کرد. اون منهجی که ما تعلیم گرفتیم در نزد علمای ربانی، در نزد مشایخ کبار نشستیم و تعلیم گرفتیم، عاقبت منهج این منهج صحیح، نتیجهش صحیح است. اما این آذری باری دیگر میگیم در کدام نزد علما در حقیقت نشسته است و کی شهادت میدهد؟ غیر از همون یونیورسیتی الازهری که الازهری کفری که از اول تا آخرش عقیده اشعری را منتشر میکند، در همون جا نشستن و به خاطر یک چیزی شده یا اقامه یا چیزی دیگر شده دین را باطل کنانیدن و یا که اعوذ بالله فساد را منتشر کردن در اونجا وجود دارد، داری تماشا میکنی و در همونجا میشینی. غیر از این در کجا نشسته؟ در هیچ جایی. از همین جهت منهج که غلط است، نتیجه غلط است. خود را اهل سنت میگوید، سلفی میگوید، اما لیس العبرة بالدعاوی، عبرت به دعوا نیست، عبرت به عمل است، عبرت به اعتقادی که تو داری انمون است. اینها دعوا میکنند که اهل سنت هستیم و سلفی هستیم و این هستیم و اون هستیم، لیکن در نتیجه میبینید که عقیدهش مخالف اهل سنت و الجماعت، مخالف سلف صالح، مخالف چهار مذهب است. بالاخره چرا این صوفی عبدالقادر سخن ابو صهیب را در صفحه یوتیوبی خودش گذاشته است؟ برای اینکه
صوفی ها ما رو بد میبیند. الحمدلله این فضل الله هست که ما رو بد میبیند. صوفی ما رو بد میبیند، جهمی ما رو بد میبیند، حزبی ما رو بد میبیند، طاغوت های دموکرات ما رو بد میبیند، علمانی ها ما رو بد میبیند و این چنین آذری ها ما رو بد میبیند. به فضل الله سبحانه و تعالی این یک بگویم علامت خیر است. این یک بزرگی است که همه اهل بدعت تو رو بد ببیند. سبب این هم همین است که ما خطاگی اونها رو بیان کردیم و برادرها رو، خواهرها رو از اهل توحید آگاهی دادیم که اینها اهل بدعت هستند. فریفته اینها نشوید. و حفظ دین هم همین است. خیلی که احمد ابن حنبل رو سوال کردند که دین چگونه حفظ میشود؟ گفتند با حفظ سنت، با عمل کردن به سنت، با تبلیغ سنت و با رد کردن اهل بدعت. بیاید ابو صهیب رو یک قسمی از سخنش رو میگذاریم که چی دروغ میگوید و بعد از این انشاءالله به این سخنش جواب میگیم. مشرک گفتن و تو جهمی گفتن و تو دیگر گپای دغل زدنت، برای همین بعد گفتی که بیا ما عقیده اهل سنت هستیم، یک دیگر طرفداری کنیم. بعدی اون چند روز بیا عقیده اهل سنت هستیم، یک دیگر رو طرفداری بکنیم. ما یک بار این سخن رو نگفتیم. اول با همدیگر با ابو صهیب زیاده از 2 یا 3 ساعت صحبت کردیم و صحبت ها وجود دارد. من تاجیکی و ابو صهیب عربی صحبت میکند، برای اینکه نمیخواهد که به مردم تاجیک آواز دغلی او، حقارت دشنام او و دیگر دیوانگی او رو که گفته است به زبان عربی به زبان تاجیکی، یعنی نمیخواهد که منتشر شود، لیکن بالاخره دشنام هاش با زبان عربی است. فقط میکشم میگد ابو صهیب. والله اعلم غیر از من به دیگر انسان ها هم شاید این کارش رو کرده است. البته به گرد اطراف من بوده یک چند برادرها گفتند که به همین عملش رو میکند. ابو صهیب میگد که به کار دیکند کله تو رو میکنم، مرا میگد و این سخن رو به یک چند نفر گفته است. کمی عصبش خراب است، بیچاره باید این رو به مستشفی برده طبیب ها یک معالجه کنند. همچون مریض من این سخنش رو اهمیت نمیدم. این یک مریض است، مریض عصبانیت است. من به این مریض در این مسئله باکی ندارد. همه را خیلی میگد، فقط در باب کشتن میرود و این میکنم اون میکنم، تهدیدها میکند. و یک دو شاگردای دیوانه دارد. نصفای شب به من یک چند بار زنگ زده بود، در کجا هستی؟ جهت رو انیق بگو، حالا میروم اینجوری میکنم اون میکنم. یعنی دیگر صحبت در حق ابو صهیب نکمیگد. اینها باور بکنید اینها بیشه را خالی دیده اند. گمان مبر که هر بیشه خالی است. شاید که در اینجا یک شعر نهفته باشد. اینها هم خیلی گمان کردند. بله طالب علمای اهل سنت و الجماعت خاموش شدند. اینها گمان کردند که تمام شعر میدان اینها هستند. هر کسی که صحبت کرد میگه من فقط تو را میخورم، تو را نابود میکنم و تو را میکشم. انا همین ابو صهیب آذری چقدر بچه ها را ترسونده و چقدر هر خیلی تهدیدا کرده و انسان های خوبه از میدان دور کرده است. اینو همین است. چخیلی که برادر نزدیکش محمد شریف عبدالیم مشرک آذری دیگر مرا تهدید کرده بود که مکانت میدونیم، این میکنیم اون میکنیم، ما به فلان جا توی خبر دادیم. بله اینو خبرم دادن، به جایی که خواهند دادن. بالاخره اینو همین هستند. اینو بدنشون به لرزه در آمده است به سبب این که دیده ایستادن که در میدان یک طالب علم دیگر است. من با تو کار نداشتم. من بیزار از نام تو و از این دیوانگی و از عقیده تو هستم. من عقیده تو رو کیها میدونستم که تو یک آذری گمراه هستی، ابو صهیب جاهل. من کیها میدونستم که تو از کجای چی زندگی کردی و چی رو داری تعلیم میگیری، اما صحبت نکردم تا روزی که بعد از بحث و مناقشه ما با مبشری که در مسئله العذر بالجهل صحبت کرده بودیم، تو هم به فعالیت در اومدی و منتشر کردی جهل را و منتشر کردی گمراهی را و منتشر کردی صحبت کردن در حق منهج اهل سنت را. و البته من جوابت گفتم اما توی بیچاره مریض عصب خراب شده، یک نمیدونم جاهلی یا نمیدونم مریضی، یک چیز، فقط سخنها رو خطا و تهمت بسته. من نگفتم که تو و من از اهل سنت و الجماعت هستیم. اول من تو رو چخیلی که خودت گفتیم مشرکت گفتم. اول من تو رو گفتم
بریده واقع شدی، مرتد شدی. گفتم در همون صحبتی که کردیم در تلفن من وجود دارد. اول تو رو تکفیرت کردم وقتی که تو گفتی که جهل عذر است، وقتی که تو گروه 24 رو طرفداری کردی، وقتی که تو اردوغان رو تکفیر کرده نتوانستی. تو یک حزبی هستی که به خاطر گروه 24 به من تلاش کردی. وقتی که تو این صحبت ها رو گفتی و تو بعد از این گفتی که همه کسایی که جهل رو عذر نمیدونند خوارجند و گمراهند و سگ جهنمیند، من به تو گفتم که پس تو بعد از فهمیدن این همه حجت، بعد از ارسال کردن به تو اینقدر کتاب ها، اینقدر صحبت ها، هم صحبت ابن باز، ابن عثیمین، دیگر علما، کتاب ها، مقاله ها به تو روان میکنم، از بغض و حسدت والله الان گوش نکرده فقط او دلیت میکنی و پاک میکنی. بعد از فهمیدن این همه مسائل گفتم تو اگر باز همه کسی که جهل رو عذر نگوید خوارج بگویی، کلاب بگویی، گروه 24 رو دفاع کنی و به خاطر گروه 24 به من جنگ بکنی، البته معروف است که ما طرفدار گروه 24 نیستیم، اما تو پنهانی طرفدار گروه 24 بودی، برای اینکه مرا خائن گروه 24 گفتی، مرا خائن گفتی به خاطر گروه 24. بالاخره بعد از این گفتم تو بعد از فهمیدن حجت این کارو کنی مشرک هستی، مرتد هستی. برویت، نه به مردم، برویت. انا امروز دارم من نقل میکنم و صدایت رو خواهی میگذارم. حکمت داریم ما، صبر داریم ما، تا وقتی که از دهان این تو و از عقل پوچ تو صحبت فساد نبرد ما منتشر نمیکنیم دیوانگی تو رو. اما تو که دهان خود را داشته نمیتوانی، تو که عصبت خراب است، تو مغز سرت خالی است و پوچ است، هر چیزی رو خواهی دیوانگی میگویی، پس انا جوابش رو گوش بکن. ای آذری، الله هدایتت بکند. بعد از این گفتی که تمام من فهمیدم، این کردم اون کردم. من گفتم اگر فهمیده باشی بیا ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت یک جا باشیم. مگر این بد است؟ برادرانم و خواهران موحدم، شما فکر میکنید که من با طالب علمان یگانه میبرم و یک بار بحث میکنم؟ نه والله، انا خودی این آذری گفته شده است که مرا اهل سنت گفتی بیا طالب علمان اهل سنت یک جا. بله من این سخن رو گفتم. بعد از این که این کمی آرام شد، کمی فهمید، بعد از این که من گفتم این کارت خطر است، کفر است، بعد از این که کمی آرام شد من گفتم بیا تو یک سنی سالت کلان است، تو کودک نیستی، من تو را احترام میکنم همچون همه یک کلان سال، همچون یک طالب علم و همچون دعوتگر. بله بیا اگر این مسئله رو فهمیده باشی، طالب علم ها یک جا باشیم در مسائل اصول دین، اگر یک باشیم در مسائل فروع فقهی به هم دیگر زنازنی نکنیم و به حقارت و دشنام هم نرویم. برای من و تو دشمن زیاد است، رافضه است، قبوری هست. اگر حزبی نباشی، اگر گروهی 24 نباشی، گروه 24 است و حزبی است. گفته بودم؟ بله گفته بودم، من گفتم. الان امروز میبرد میگه که مرا این گجای طعنه دارد. این طعنه نیست، این فضل است، به من فضل است. تو خودت شهادت داده ایستاده به فضل من. این کار رو به خاطر الله کردم که صف طالب علمان یک جا باشد. من نمیخوام که طالب علم پراکنده باشند، اما کدام طالب علم؟ منم نمیخوام که البته آذری با آذری یک جا باشم. 100 سال با آذری یک جا نمیشم. عقیده آذری در نزد من چیست؟ ما در گروه آشکار و واضح این را تسجیل کردیم و گذاشتیم. کسی که دیده و دانسته بعد از حجت رسیدن، بعد از اینکه جاهل بود، بعد از اینکه شبهه داشت، بعد از اینکه تعویل میکرد، به او حجت رسید، به او بحث و مناظره شد، بعد او فرستاده شد، همه مسائل را دید و باز مشرک را مشرک گفت، مشرک است. کسی نباشد، آذری مشرک است و این تسجیل وجود دارد و این عقیده اهل سنت و جماعت است و در این مسئله شکی نیست و اجماع در این مسئله وجود دارد. چخیلی که علی بن خدیر الخدیر ذکر میکنند و چخیلی که دیگر از علمای اهل سنت و جماعت بمانند علماء النجد ذکر میکنند. چخیلی که صاحبی کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگویند من لم يكفر المشركين او توقف في كفرهم. انا همینجا علما در شرحش میگن که در شرح همون کتاب مشرکینی که منتسب به اسلام است، هر کسی که تکفیر نکند مشرک منتسب به اسلام را توقف کند در تکفیر کردن مشرکی که به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر واقع شده و خود را به اسلام نسبت میدهد،
بین له ادله القرآن و سنه، ادله قرآن و سنت به این بیان کرده می شود. فاین توقف بعد ذلك، و اگر بعد از این رسیدن حجت هم باز توقف بکنه تکفیر کرده می شود. این عقیده اهل سنت و الجماعت است، خلاف در این مسئله وجود ندارد. بالاخره در دوام صحبت ابو صهیب ببینیم چی میگوید. حالا ببینیم. بعد با مرا سوم پیشکش کردی که یا که برای فرزندات هدیه و فلان بسمدان، یا که دلی مرا گرم کنی و به مرا زیادکتی که منم در عقیده تو برمو دیگه مردم تکفیر کرده گشتن گیرم. لیکن نه، من با پول فروخته نمیشم مثل تو. با پول فروخته نمیشم. من عقیده ما با پول نمیفروشم. فهمیدی؟ عقیده ما با پول نمیفروشم. من هیچ وقت بارک الله فیکم. ببینید برادرانم، یک چند مرتبه تکرار میکرد من عقیده ما با پول نمیفروشم، عقیده ما با پول نمیفروشم. همین قصه صحت دارد یا ندارد؟ بله. بعد از اینکه آرام شد، بعد از اینکه من او رو در حقیقت بعد از عذری بودنش تکفیر کردم و آرام شد و فهمید، من گفتم فهمید، خوب شد، او رو به یک جا شدن او هم قبول کرد و بعد از این کمی آرام شد و این صحبت ما یک چند روز دوام کرد. یک روز دو روز بود. صحبت ما خیلی طولانی بود. در بین همین صحبت ها از فرزندای این انسان با خبر شدم که چند فرزند دارد و غیره. و بالاخره همچنین یک طالب علم است. به او گفتم که ما کمی کار و فعالیت داریم، یعنی کمی تجارت دارم. از همین تجارت خودم، از مبلغی که بنده خودم کمی دارم، به او به فرزندهایش رو جیان گفتم. همچنین یک آداب و اخلاق اسلامی و همچنین یک عرف و عادت خوبی تاجیکی گفتم یک قند بگیرید، یک خوبی بکنید، اگرچه مخالف باشیم. بله، ما کوشش میکنیم که به مخالف هم یک معامله خوبی بکنیم تا که خلاف از بین ما نابود بشود. این چنین نیست که تو مخالف من هستی تمام تا روز مردن تو مخالف من هستی، بعد از مردن روز قیامت هم مخالف من هستی. این را جاهل ها میکنند. نه، ما شب روز میخوایم که کسانی که مخالف ما هستند موافق ما باشند. شب روز کوشش میکنیم که این طالب علمانی که با ما هم فکر نیستند هم فکر باشند و من هم کوشش میکنم که حجت های اونها رو نظر بکنم و کوشش میکنم که اونها حجت های من رو نظر بکنند. خوبیه که اونها در حق من میکنند، من هم میخوام به اونها خوبی بکنم. مخالفت کردن اگر در مسائل اصول دین نباشد و بعد از این کمی خوب شده باشد، در یا که به جانب خوبی رفته ایستاده باشد یک کسی که مخالف شما است، هیچگاه ما به او بدی معامله نمیکنیم. اما آیا به $100 یا 200 یا $300 یک کسی رو خریده میشود یا نمیشود؟ سبحان الله. اینها گمان میکنند که در دوام صحبتش هم یک چند بار گفته است که در مسئله عذر المشرک عقیده ابو محمد دیگر بود و بعد از اینکه یک جانب پولدار را دید به همون جانب رفت. سبحان الله. عقیده ما ببینید در مسئله عذر المشرک تسجیل کردگی هستیم سال 2017-16 وجود دارد و امروز هم عیناً همین سخن رو میگیم. این تا ان شاء الله تا روز مردن الله ثابت قدم نگه دارد و حسن خاتمه رو نصیب بکند، همین سخن رو میگیم. این عقیده اهل سنت و الجماعت از اصول است و این تغییر نمییابد، تغییر نیابنده است. کجا دیگر شدیم؟ در مسئله عذر المشرک گفتیم علما دو سخن گفتند. علمایی هستند که عذر المشرک را یک و یک بار تکفیر میکنند، به مانند عبدالمجید خان سندی، به مانند احمد ابن عمر الحازمی که تو اونها را خوارج گفتی یا که غلو کرده گفتی. ما گفتیم بله در این مسئله کمی سختگیری کردند، اما این عقیده خوارجی نیست و اینها رو خوارج گفته نمی شود. اینها علمای اهل سنت و الجماعت حفظهم الله هستند و ما استفاده میکنیم و درس خوندیم و میخونیم و از همین چنین علمای که هستند. اگرچه من احمد ابن عمر الحازمی را من خودم روبرو نشدم، اما قولی صحیح و قولی راجح در این مسئله قول جمهور علما هست که میگویند عذر المشرک اگر از سبب جهل تعویل شبهه باشد به او دلیل یک بار بیان کرده میشد که این سخن رو کمی قبل گفتیم و بعد از بیان شدن حجت اگر قبول نکند تکفیر میشد.
کسی راضی میشود راضی میشود، کسی نمیشود نمیشود، کسی داد میگوید داد بگوید، کسی مثل ابو صهیب گریه میکند بکند. حکمی همه و آشکار است. قسم به الله من نفهمیده بودم که اینها دل ناپاک دارد. این یک کمبودی من است که به عازری گمان را نیکو کردم و بعد از این واقعه که به ابو صهیب شد به یگان عازری من گمانم را نیکو نمیکنم. این سخن را به من دیگر برادرها گفته بودند، خودی من شاگردای ابو صهیب گفته بودند که ای برادر ابو محمد مدنی، چی طور نباشد هم ابو صهیب یک طالب علمی هست که به منهج اهل سنت نزدیکتر است بجز در مسئله عذر المشرک. امیدوارم که او میفهمد، به او صحبت‌های خوب بکنید. چگونه که همه شما شاهد هستید که این چیز را بسیار برادرها گفته هستند. من از همین جهت به او همچنین معامله خوب خواستم که بکنم. او گفت قبول نکردیم. حالا دیدید گفت که قبول نکردم. من نمیخوام که تو رو شرمنده بکنم. ای کذاب، تو به نزد خودت رفتنی مبلغ رو قبول نکردی، اما کارت رو به من روان کردی که به کارت ارسالش کن. کارت کس بود، کارت چی بود نبود نمیدونم، اما کارت روان کردی که به همین کارت ارسال شود. یک کسی هست، من گفتم جایی که من هستم، یعنی گرد و اطراف و یک جایی که به روسیه مبلغ روان کرده نمیتونم. همچنین حادثه شد. امروز در همه جا یعنی این صداش رو صوفی ها و قبری ها میگذارن که ابو محمد مدنی ابو صهیب رو خریدنی شده است. این یک شرمندگی است. این سخن رو گفتن یک شرمندگی است به خود ابو صهیب. من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم که ابو صهیب به خودش یک بهای صفر داده است. به قدر خودش 200 دلار قیمت داده است. برای اون که من همون قدر پول گفته بودم به همون جیانها، به همون فرزندان ابو صهیب که یک شکلات بگیرند، یک خوبی کنند، یک نیکویی بکنم، با تمام نیت خوب. من هیچ فکر نکردم که به همون 200 عقیده او دیگر میشد. نه والله. برای اون که من میدونم که عقیده شخصا من به میلیون ها عوض نمیشود. ان شاء الله باذن الله دعا میکنیم که الله ثابت قدم نگه دارد و حسن خاتمه را نصیب بکند. اما این کسایی که حسد دارند همیشه فکر میکنند ما وقتی که بی‌نیاز هستیم، الحمدلله، وقتی که الله مرا یک طالب علم اهل سنت را بی‌نیاز کرد از پول مال این دنیا، بی‌نیاز به این معنی که مقصد از دعوت ما شهرت نیست. اگر شهرت می بود من یک مویم رو کمی زیباتر میکردم، ریشم رو کمی زیباتر میکردم، یک لباس خوبی رو گذاشته در نزد خانه کعبه به شما درس گفته میگذاشتم، در درون مسجد نبوی درس گفته میگذاشتم، به دستهایم ساعت ها گذاشته این کرده که شما درس رو نه مرا زیادتر میبینید و مرا احترام بکنید، در همه جا مشهور شم. آیا کردم؟ نکردم. الله میگم که نکنم. و اگر من مشهور شدن یا که چیزی دیگری رو میخواستم، پول و مال و مبلغ دنیا رو، به من انا همین روز در تلگرام ایمان زیاده از 3000 رساله وجود دارد. برادرایی که در نزدیکای من وجود دارن میبینن. در دیگر جاها فیسبوک است و ادنکلاسنیک است و اینستاگرام است و اینجا رساله ها بسیار است. من میتونم به همه اونها صحبت بکنم و از اونها یک کمی باشد مبلغ بگیرم. خیلی که میدونیم که همین کار رو دیگر گمراهان قبوری ها و دیگر عذری ها رو دیدیم که کرده اند. بعضیشون کرده اند. صوفی ها عادتا شب روز میکنند. اما الله ما رو بی‌نیاز کرد و این فضل الله هست و شما شاهد هستید. کسانی که در تلگرام به من خط میکنید شما شاهد هستید که ما این کار رو نکردیم. چقدر شما به ما پیشنهاد کردید اما گفتیم به دیگر کسها بی‌نیازا دهید، به نیازمندا دهید. چرا؟ برای اینکه این فضل الله هست که الله ما رو بی‌نیاز کرده است. این صحبتی فقط ابو صهیب عذری نه، یعنی این تهمت عذری ها فقط به بالای من نه که اینها به اینها پول می آید و پول میگیرند. این همون تهمت طاغوت ها است در تاجیکستان. این چنین به همه طالب علم و این چنین تهمت عذری ها است و این چنین تهمت رافضه ها است و این چنین تهمت صوفی های قبوری است و این چنین تهمت حزبی ها است. به من یکیش زنگ میزند و تماس میگیرد و میگوید که به تو از انگلیا
مبلغ می آید. لا حول ولا قوة الا بالله. این چی بدبینی است. اینقدر منهج رو بد میبیند که چهره من به اونها بد نرفته است، برای اون که چهره من رو اونها ندیدند. اگر دیده باشند هم به اونها یگون کاری بدی نکردم. اونها از منهج بدشون میاد و میخوان که با همین راه مردم عامه رو فریب بدهند. انا نمین است. خودشون که به خاطر شهرت، به خاطر پول و به خاطر این کارها میکنند، دیگرها رو به خودشون قیاس میکنند. دزد همیشه کسی دیگر رو دزد میگوید. متهمی دروغگو همیشه دروغ میگوید و کسی دیگر رو همچنین میکند. این فکر تو است ابو صهیب، این فکر تو است. انما الاعمال بالنیات. عمل، این کاری که من به تو پیشنهاد کرده بودم، این نیتم در قلب من است و این قلب من رو تو گشوده. آیا دیدی؟ ندیدی. بیچاره از قلب من صحبت نکن. و با این گفته من اجر گرفتم و در روز قیامت میدونی که صحبت تو حق است یا صحبت من حق است. من هیچ امید نداشتم که به یک کیلو قند عقیده تو دیگر می شود، یا که تو فکر میکنی که من یک کیلو قند، یک کیلو 2 کیلو چیزی که عادی است فکری تو رو تغییر میدم. نه والله، من تو این درجه تو رو پس حس نکرده بودم. من فکر کرده بودم که تو به حجت نظر میکنی، به قرآن و سنت نظر میکنی و قرآن و سنت رو دیدی و خرسند شدی. اما افسوس که بهای تو انا همین یک چیزی نوچیز بوده است، زیرا که خودت گفته سودی. این صوفی ها هستند که گجای نروند، هم مبلغ میگیرند، هم یک کسی رو برای خریدن مبلغ میدهند، به مریدانشون تبرگویان تف کرده و هم به سر اونها تف میکنند و هم مردم رو گوسفند میگند و بعد از این باز همون در سخونی که انداخته شده است جمع میکنن، به کفتشون میگیرن میرن. این صوفی است. این آذری است. برادران قبوری، دفاع کنندگان قبوری، دفاع کنندگان طاغوت، حمایتگران مشرکین، آذری های جهلا، اینها هستند که همیشه من رو کدام خرید، من رو کدام فروخت. هیچ وقت اینها گمان خوب ندارند. الله هدایتت بکند. انا این است یک صحبتی نوچیزی که خواستم در اینجا بگویم. البته من در یک حلقه گذشته، بارک الله فیکم، کاملا درباره سخنهای علما جواب گفته بودم، اما در اونجا سخن ابن عثیمین را نگفته بودم، زیرا که ابو صهیب والله اعلم در اونجا گفته بود که ابن عثیمین هم عذر میدهند. در اون جوابم سخن ابن عثیمین را نگفته بودم، زیرا که خیلی طولانی شد. حالا سخن ابن عثیمین را میگذارم و ترجمه میکنم و با همین صحبت را به پایان میرسونیم. ولا نقول اننا لا نكفره بعينه كما اشتبه على بعض الطلبه الان يقولون اذا رايت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه. یعنی شیخ ابن عثیمین میگویند که اگر ما یک انسان را دیدیم که به کفر و کفر اکبر یا شرک اکبر واقع شده است، جاهل است، ما در این دنیا به اون معامله کفر میکنیم و او را تکفیر میکنیم و کفر عین میگیم. یعنی عیناً انا همون آدم کافر است میگیم. و مثل بعضی کسایی که به اونها شبهه وارد شده است و گمراه شدند که آدم معین را تکفیر نمیکنیم، تکفیر نوع هست و تکفیر عین نیست هست میگویند، ما مثل اینها نیستیم میگیم، ما بلکه میگیم تکفیر عین میکنیم. در دوام سخنشون ببینیم. اذا رايت الذي يسجد الصنم لا تكفر بعينه لانه ربما يكون قلبه مطمئنا بالایمان. یعنی سخن اهل باطل را گفتند. بعضی از اهل باطل است که میگویند که هر کسی که سجده به صنم کند تکفیرش نکن، سجده به صنم به بت سجده کند هم تکفیرش نکن، شاید که در قلبش مؤمن باشد. میگن این سخنی که از جهمی است. ابن عثیمین رو آورده ایستاده چی گفته است؟ ما این خیل نیستیم، عقیده ما چه خیل است؟ میگن هذا غلط عظیم، این خطاگی بزرگ است. خطاگی بزرگ است به این معنی که غلط عظیم عاقبتش کفر است، کافر میشوی. نحن نحكم بماذا؟ همه شاگرداش میگن بظاهر. ما حکم میکنیم انسان رو بچیش به ظاهرش. ظاهرش شرک اکبر است، مشرک است. ظاهرش اسلام است. اگر یک آدم معین رو دیدیم که به کفر واقع شده است، کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر، چی میگیم؟ هذا کافر میگیم بروش به عین. ابن عثیمین گفته است. وإذا رأينا من يسجد
الصنم قلنا هذا كافر. اگر دیدیم که یک کسی رو به صنم به بت سجده میکنید میگیم که انا من آدم معین کافر است. والمعین گفته تاکید کرده انسان معین رو نلزمه في احکام الاسلام فإن لم نفعل قتلناه. ما انا من آدم معین رو مجبور میکنیم که توبه کند، اگر توبه نکند میگن ما این رو به حکم قاضی قتلش میکنیم. انا این است ابن عثیمین. کدام ابن عثیمین رو تو میگویی؟ مثل برادری مشرکت محمد شریف مدخلی، تو خود را مدخلی نمیگی، تو سروری حزبی 24 گروه 24 در اصل همت برادری. باور بکن ابو صاحب، خودت رو اذیت نتی. او مدخلی و برادری تو است. او در مسائل عالم رو گنده کن عالم رو گنده نکن اختلاف کردن این یک اختلاف عادی است. در اصول دین همه یک جوین. او هم عذری است و مشکلی اساسی او عذری امین است، تو هم عذری هستی و مشکلی اساسی گمراهی تو هم اساسش همین است. انا گپ در کجا است؟ عقیدتون یک است، اختلاف شما در فروعات است. ابن عثیمین را مدخلی ها هم حجت می آورند، ابن باز را اینها را حجت می آورند. انا این جاهل حجت آورده بود. انا الان صداش رو شنیدید. شما به گروه یوتیوب در کانال ابو محمد مدنی که یک رنگ سبز دارد در اونجا گذاشتیم، در روید ببینید، به ترجمه روسیش گذاشتیم. اینا ببینید کذابانند، دروغگویانند، متهمانند. مثل همین صوفی ها با دروغگویی میخواند پیش روند. این بحث و مناظره ها، این ابتلاها، این سنجش ها به ما نشان داد که هر کس به همون نزد برادرش رفته است و هر کس برادر خودش رو انتخاب کرد. خوارج ها به نزد خوارجی رفتند و بالاخره قبوری ها، آذری ها به هم دیگر شدند، با یک جا و یک مجلس شدند. چخیلی که در افغانستان هم دیدیم که بعد از بحث مناظره که ما میکردیم با مبشر مسلمیار در این مسئله، با کمک مبشر مسلمیار حتی مدخلی های مشهوری افغانستان خسته بود. چرا مدخلی ها برای دفاع خست؟ برای اینکه عقیده مدخلی اساس گمراهی اینها همین عذر دادن به جهل است. دیگر مشکلی بعد از همین به وجود میاد. چرا ولی الامر میگه مدخلی ها؟ چرا یک طاغوت رو ولی الامر میگه؟ برای اینکه جهل رو عذر میدانند. انا همین است. در اصل اینا همه یک هستند و گمراه هستند. الله هدایتشون بکند. پس خواستم که همین رو به شما بیان بکنم. الله همه ما را هدایت بکند و در راه راست، در راه هدایت با استقامت، با صبر و یقین ما را نگه بدارد. توفیق ثابت قدمی، توفیق یقین و حسن خاتمه را به ما توفیق بدهد. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.